به جلسه اول آموزش زبان اقلیدی توجه فرمایید. 1. کلماتی که کلاً عوض شدند. اینطوری: ایروی، پریدن، تنگیدن، سوز، خروسوک، خرخاکی، مامپیروک، اندماغ، مشکوک، خلط دهان، اختاف، گنجیش، چقروک، زنبور قرمز، بنج کافر، اما، آمولی. چی میگی؟ چش میگویی؟ پا برهنه، پوی پتی، جار و جنجال، علمشنگه یا هوشاپیتک، خوابیدنی. خسبیت کنکی. 2. کلماتی که تغییرات جزئی دارند. کوچه، چیچه، آمد، اومه، این بار، امکش، سمپاش، امشی، کوزه، کیزه، شکم، کم، رو به بالا، ریب بالا، پمپ نفتکش، بمبو، بده، میدی، عروسی. آریسی. 3. جمله بندی. فهمیدی چی میگم؟ سرود میشه چیش میگوام؟ گنجش روی دیوار نشست. چقروک نشست رو دیواله. میای بریم شنا؟ بیبرم قورتو. بابات تو رو دید؟ بابات نیداد؟ اینو نگاه. نگاه ای. حالت تعجب. ای بابام. زانوم درد میکنه. چش زانیم فریاد میزنه. سرم درد میکنه. سرم کل میکنه. الان که نیومدی. اوسایی خو نومدی. زنبوره نیشش زد. بنج قدا وشکه. کارت انجام میشه. زید کارات میشه. برو بخواب. کله بل یا بگیر بخسب. چونم شکست. کچم شکست. 4. تعارفات و احوالپرسی ها. بفرمایید. نمیای تو؟ نهار خوردید؟ ما جلویم. حالت خوبه؟ ولد. بریم منزل؟ بیبرن خونه.